امام بخاری رحمت الله علیه گفتند که کتاب الزکات، یعنی در این موضع حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای شما ذکر میکنم. بعد از آن گفتند که باب وجوب الزکات، باب درباره واجب بودن زکات، یعنی حکم زکات را امام بخاری گفتند. و حکم زکات این موضع اجماع علما هست. یگان انسان خلاف ندارد که زکات فرض نیست. کسی که اگر فرضیت زکات را انکار کند کافر میشد. زکات با اجماع علما فرض است. باب وجوب زکات، باب درباره واجب بودن زکات. واجب در نزد جمهور علما یعنی فرض است و در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب بعد فرض می ایستد. اول فرض می ایستد بعد از آن واجب. اما جمهور علما واجب وقتی که گفتند فرض را در نظر دارند. از جمله امام بخاری باب وجوب الزکات، یعنی باب درباره فرض بودن زکات و حتمی بودن زکات. بعد از آن گفتند که و قول الله تعالی و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، و این چنین باب درباره قول الله تعالی که الله سبحانه و تعالی که نماز را برپا دارید و نماز را و زکات را دهید. وجه دلالت این است که الله سبحانه و تعالی امر کرد که نماز را برپا داریم، یعنی در نماز مقیم باشیم، نه مسافر، یعنی همیشه نمازها را در وقتش ادا کنیم. و آتوا الزکات، زکات را دهیم. این امر است و امر الله سبحانه و تعالی و امر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به حتمیت و فرضیت میکند. الامر یدل علی الوجوب. قاعده اصولی میگوید که امر شریعت یعنی امر الله تعالی و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به واجبیت میکند، یعنی دلالت به حتمی و ضرور بودن. وقتی که الله تعالی نماز خوان گفت نماز فرض است، زکات ده گفت زکات هم فرض است. و اینجا میبینیم که الله تعالی در سوره بقره زکات و نماز را همسایه ذکر کرد. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه سخن عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن، بچه عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر کرده. گفتند که وقال ابن عباس رضی الله عنهما، و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که حدثني ابو سفیان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ابن عباس گفتند که به من ابو سفیان حدیث گفت. ابو سفیان رضی الله عنه وقتی که این سخن را گفت کافر بود. وقتی که پادشاه روم هرقل ابو سفیان را میپرسد که بما یأمرکم، این پیغمبری که در مکه پیدا شده است دعوای پیغمبری دارد مردم را به چی امر میکند، به چی فرمان میدهد؟ قال یأمرنا بالصلاة والزکاة والصلة والعفاف. اون پیغمبر ما را یعنی مردم مکه مسلمان ها را امر میکند به نماز و زکات و پیوست کردن علاقه با خویشاوندان و پاکیگری عفت، به این چیزا امر میکند. و در اینجا میبینیم که کلمه یأمرنا، پیغمبر ما را امر میکند به نماز و زکات. مادامی که امر کرد دلالت به حتمیت و فرضیت میکند که امام بخاری باب وجوب زکات گفتند، باب درباره واجب بودن زکات یعنی فرض بودن زکات. یعنی که امام بخاری به فرض بودن زکات اول آیت را دلیل آوردند، بعد روایت ابن عباس را از ابو سفیان که ابو سفیان گفت که پیغمبر ما را امری به نماز و امری به زکات میکند، ما را امر میکند که نماز خوانیم زکات دهیم. این دلالت میکند که زکات فرض است.